دوستان عزیز ویدیو رو تا آخر گوش کنید. اینومی باباجان 88 که اومده لایک بزنید، کامنتر بزنید، ویدیو رو با دقت تماشا کنید. سکیتکای کلون در دختر رو پول ویدیو رو با دقت تماشا کنید. برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله. ببینید از من در حربی صدوات مترو کاتلنیکی در این پیش دومم. همین دومی که برادر ما استوماتولوگ، یعنی که جای دکتری دندان شدگی نه، همین دوم که اومده دوستان ویلبرس میشه دبریم، یعنی که دوم از طرف کوچه این بچه‌ای که در این طرف زندگی می‌کنن میتونه. خیلی خلاص از اینکه رقمش میمونم این رژیم کارشون پول نمیدرم دهقانی نشونشو میدیم. حتی ویدیو هم دهقانی نه. دکتر سعید اینجا سعید نوشتگیه. این اینجا استوماتولوگ کلینیسکی رژیم работа این آدرس رو کسی میتونه یا بر اسکرین شات کنه برادرو. این خلاص اینجا میدریم. وقتی که دورمده اینه بخیل پوشاک یا با آپاراتوی نوای استاد پا میمونی با نمونم خیلی بخیل نپوشم. اینه پورا میجخی بخیل اوجا خودش میپوشم. نه بخیل میپوشم. اینه میشه توزه هک. بسم الله میدوریم پیش اکو ایالام. اینه قبول باشو، یعنی که در توزهگیشون گاب ندارم. به حق ریمون با سطح اعلا کدگیه. اینه اینجا کابینتاشون. سلام علیکم اکا. اینه دکتر اکا چون داری اکا اینویت شو. این یک بوریا. اینه اکا دکتر سایجون که اینه دتا، یعنی کلینتو گریختن. کلینتو دقیقی کوچه ایستادگیم. اکا سیون کنه که میگه. خلاصه از اینکه دلشی گوش کنه اکا چی میگه. السلام علیکم دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک آدمی شما باشه. اول و آخرش الله بعد شما هستید. چقدر سبب میشه مردم نیازمند کمک میکنید دوستان. در دوام کارهای خیر و مرده و کمکی مقصد راه نیازمندان در این بین برادری هستن که ما باید سیامکش کنیم، رکلامشون کنیم، به خاطر که این برادرها فخر ما هستند. برای که الحمدلله میلیون بار میگم ما کار سیاه کردگیم، اما آهسته آهسته باید خلق مسلمان، خلق تاجیک ای کارهای سیاه بروید، ای استرویکا و همین خیلی اکام الحمدلله. کجوم سلام علیکم خیر سلام کردیم بود. نون چی کردم؟ سعید دکتر سعید بو این اینجا که دیگرش کسی هم کدورت من قدیم اپاراتی ندارم. دهقانی کارم جای چی کردن دختری دندونسازی، یعنی همون استوماتولوژیا که ای دو حجره عبارت از نشان میدیم ان شاء الله. ببینید دوستان عزیز در غربی صدوات متروی کاتلنیکی خیلی اولی سجبان در روی اکران می نویسیم. اکجون اکای سعیدون سلام علیکم. مردم خسته شناسایی که کی هست، چند کسی، نرخ نوات چخلای خدمت رسانی چخلای همین گفتی که خدمت دهقانی مردم ما رو بفهم. السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز، نام من سعید، دکتری دندان. دکتری دندان شده کار میکنم در آدرس مترو کاتلنیک میکرورایون یوژنی دام شده. مرحمت مراجعت کنید برادران، خواهران، مادران عزیز. الله هم کسب برای ما نصیب کرده است. ان شاء الله که ما در خدمت برادر هستیم. ان شاء الله. اگر جان سوال همین ما اخی جمع دهقانشون همین کندن دندون مقصد که سمتریج کدام دندون میدونم هر کدامش نرخی چه داره. همین چند سوم ابیشن سو سرید. در روزی خدمو زیاده از 10 سال 13 سال شد کار میکردیم در هر کلینیک ها. در روزی خدمو کلینیک اختراع شدیم. در دیگر جایی که کار میکردیم پلمبه ها بودن 7,500 8,500 کندنی بودن 4,500 5,000. در اینجا که ما نوک شدیم بسیارتر برادر خودم که مراجعت کردیستم هم پلمبه هایی که هفته 8 موندیم اینجا 4,5 5 موندیستیم. روز کندنی ها 3,5 سوژنی هاش میشه که 4 میشه. بعد قدر امکان ان شاء الله که همه چی جوابوی طلباتی نه یا سوال پیش کنم کوچاگی بتیم که یک همون میگه کم بغل بکسم 1000 دلار بده 1000 دلار حالا چیکار کنم. ما روز دیگه این روزا خدمت گذاشتگیم سال 2007 اومدیم هم خیلی 8 همه رو گذاشتگیم. ان شاء الله که ما خیلی برادر رو خفه نمیکنیم. ان شاء الله خدمتشون میکنیم. مهم روزی خدا باشه و خیر ان شاء الله که برادر عزیز من خداوند حفظت کنه. یک چی گپ پلمباش گفتی، کندنش گفتی، دندون چسبوندن چند سال انسان میگه دندون کندگی چند سال میشه؟ و چندین صفات ها داره که خوب میشه که بعد رنگین فهمونیم. بعد رنگین شما خود میگی البته که رنگین داریم همه طلبات جوابگو است. دوستان عزیز من ویدیو را میکاپم. دکتر ایال نشون میده این حجره ما اینه آپارات ما آپاراتش همش چی میگن یوروپیست کیان. از شما یک خواهش میکنم اگر حرمت عزت کنید مسلمانی را برادری را همین چی میگن این فخر تاجیکه که در شهر بیگانه یک حجره تاجیک میدوست میدونم میگم که جان پاندیسه تاجیکو یک لایک کی میزنیم کامنتر خوب مینویسیم
و در همون گروپ های واتساپ تلگرامی پاهنش میکنیم تا دیگران ببینن. من از این دهقانی میگیرم ببینم نمیبرمش دهقانی میگیرمش نیدسی دکتر میگیرم ایال دکتر جون ختون گابزنی نشون بدی اینی اپارات برای چه ای حجرات و گابزن عزیز سلام علیکم مادران خواهران عزیز این کابینت ما کابینت خیروگیا دنتال ایمپلانتولوژیا در اینجا ما فقط خیروگیچ манипуляция رو میگذاریم با مانند имплантация با مانند удаление сложное удаление всякие разные хирургические вмешательства. در دیگه کابینت ها باشد رفتیم نشون بده آقا دیگه کابینت هم نشون بده بیای مخاط تازگی جورا ببینه بهت همش مخوره یعنی دکتر گفت آقا جون شنو داری خدمت نویمار اینویار برو ماشاءالله شما رو برای چی میگه خوش بال تو خوش اومدی سلامت باش کابینت ما основном چیزا رو میگذاریم تراپوتیکی ортопедические манипуляции رو میگذاریم و دیگر یعنی کی جا میبره میدوزه میبنده و یک بار به دهخانه این برادر رو تازگی جا رو ببینه اینجا جای قبولگاهشون است مثال میگیم از همینجا سر میشه همین بالنسای برادر رو خوش رو من از پشتی در خیلی که نشون دادم شما را اومدم یعنی که آدرس رو در روی اکران خواهش میکنم برادر رو مثال در حالتی که در روی در پیشون کلینت هستای کار کرده هستن بعضی مال تلفن نمیبردن در واتساپ کوش من ایسی آقا جون دندون من خشیده مقصد وقت قیمتی برادران نگیره ببینید دوستان عزیز که ویدیوهای من تمام ویدیوهای من خیلی دهقانی ان اکم متاسفانه خیلی مونتاژ کردن نمیتونم یعنی که میتونم وقت با یک رو نیستن اکم خودش دید از قدیم هم نیم ساعت من چقدر کارم بسیاره با هم خاطر رقمو در روی اکران رقم خودتون آقا جون واتساپ دمی هست زنگ بزنه بچهای صدوات بچهای یوش بچهای تریتور اینمی صدوات لوبلینا و خلاصه تمام بچه‌ها بیای زبونای برادرها ببینید که من همش رکلام در لوبلینا و در گیجو بودن اکه خورشیدینو اینا هم همچنین برادرای خودمون هستن قریب 2 میلیون توجی کردم اینجا اگر که من ناتسیس نیستم همون که در اروسو میتیم ایسو بعضی من نیست که اروسو خوب داره نه توجیک بردم دردی توجیک توجیک میفهمم اول یاد زنک توجیک در جنگل بمونه میگن که کیات زنک جنگل مونده همین برادر یا که اکم 1000 روبلی میپرتن خواهر در جنگل مونده و هم خاطر مقصد از این که دستگیری همدیگر باشیم خداوند نگهدار برای کار آقا جون من اکو چی بگم با شما موافقت میگم یا خانگی خدا دیگه شما برادران عزیز ما خدمتی برادران مسلمان خداوند حفظ کنه خداوند برکت امتی آقا جون با خدا الله شاهد فخر میکنم که نمیخواد ورچو میبریم مثل جو آقا زیارتچو دیگه هستند این کاغذ قلم سرتیفیکات گپ خبرابی همشو اورجینال ویدیوی من دهقانی اینجا آقا بسیار میگن دهقانی نیستم کنه برای کار آقا جون دکتر جون همی سخن کنه این خدت هم مسئله کندن دندون مثال میگیم یا پلمباش ای چند سم سر میشه کندن دندون آقا جون 1000 сум сар мешавад хеле бо дандон ҳастанд ки мудр сложный ай реферирование меган камтар мушкилтар ай 3-3,5 бо бародарое ки имкони надоранд шарои надоранд ба ҳадди имкон арзонташ акай бобоҷон биён иншоалло ки боз скидка تمام نگاه کن دوستی خدا وقتی 1000 دندون کندنش 1000 سوم ای دوستان عزیز این کم گفت 1000 سوم مقصد از اینه که بیای دندون قیم کم باشه بگو تو 1000 سوم در اکران گفتی چه در اینجا من 2000 3000 ما گفتی وابسته به همون دندون مثلا میگه آسون کم باشه 1000 سوم بعد با است با اون خیلی دکتر میگه داروهای خچه داره چند دوزه خچه اگر با کسی اینو بابا جان 88 بیاد چی میگن بس کیته میشه خدا نگهدار